سلام، به مجله خبری هفتگی فدراسیون بسکتبال خوش اومدید. ما در این مجله اخبار هفته گذشته بسکتبال ایران رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال آقایان با حضور 19 بازیکن و از روز شنبه هفتم تیر ماه در تهران آغاز شد. این اردو به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت و ملی پوشان ایران زیر نظر کادر فنی برای رقابت‌های کاپ آسیا 2025 آماده خواهند شد. پس از به تعویق افتادن 2 هفته‌ای مسابقات انتخابی غرب آسیا برای جام ملت‌های آسیایی زیر 16 سال دختران و پسران، اردوهای تیم ملی دختران و پسران زیر 16 سال ایران دوباره به جریان افتاد. اردوی آماده سازی تیم ملی زیر 16 سال پسران از روز جمعه 6 تیر ماه با حضور 17 بازیکن در شهر بابک استان کرمان زیر نظر محمد سیستانی آغاز شد. اردوی آماده سازی تیم ملی دختران زیر 16 سال هم با حضور 15 ورزشکار از روز جمعه 6 تیر ماه به میزبانی شهر قدس زیر نظر سرو زرقامیان آغاز شد. اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان بزرگسالان ایران برای شرکت در رقابت‌های دیویژن بی کاپ آسیا در تهران به اتمام رسید و پس از مشخص شدن فهرست نهایی بازیکنان، اعضای این تیم به مشهد سفر کردند تا از این شهر راهی کشور چین شوند. افسانه حسن نایبی سرپرست تیم ملی بانوان توضیحاتی رو در مورد شرایط ملی پوشان ارائه داد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستید، تیم ملی بسکتبال بانوان جمهوری اسلامی قرار هست برای مسابقات وادا عازم به چین بشه. خب تمرینات ما حدود 2 ماه هست بعد از کسب مقام قهرمانی در مسابقات وابا در اردن. تمریناتش رو زیر نظر سرمربی محترم النی کاپوچیانی دنبال میکنه و خب تنها در واقع تعطیلی که ما داشتیم 12 روز جنگی تحمیلی بود که از طریق در واقع توسط اسرائیل صهیونیست به ما تحمیل شد و بعد از اون بلافاصله تمرینات ما استارت خورده و خدا رو شکر بچه‌ها در شرایط بسیار خوبی به سر میبرن. فدراسیون محترم بسکتبال تدابیری اندیشیدن برای برگزاری مسابقات تدارکاتی که به همین دلیل ما زودتر عازم کشور چین خواهیم شد و 3 مسابقه دوستانه و تدارکاتی رو اونجا با باشگاه‌های چین خواهیم داشت و بعد از اون مسابقات رسمی در شهر شنزن چین برگزار خواهد شد که از 22 تا 29 به مصاف حریفانمون خواهیم رفت. با حکم رئیس فدراسیون بسکتبال امیرحسین واحدپور به عنوان رئیس کمیته داوران منصوب شد. واحدپور سابقه مدیریت اجرایی در سازمان لیگ و همچنین ریاست کمیته داوران و مسابقات را در کارنامه خود دارد. فریدون سلیمیان رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون بسکتبال هم با حکم رئیس سازمان لیگ بسکتبال به عنوان دبیر اجرایی سازمان لیگ منصوب شد. اسامی داوران و ناظران بین‌المللی پذیرفته شده توسط فیبا اعلام شد. بر این اساس 14 داور و ناظر مرد و زن از ایران مجوز رسمی نظارت و داوری بین‌المللی را از طرف فیبا برای بازی زمانی 2 ساله از 1 سپتامبر 2025 تا 31 آگوست 2027 را دریافت می‌کنند. اسامی پذیرفته شدگان دوره مربیگری درجه یک فدراسیون که به مدرسی علی توفیق از تاریخ 7 لقا 12 خرداد ماه به میزبانی شهر شیراز برگزار گردید از سوی کمیته آموزش اعلام شد. در این دوره 29 مربی موفق به دریافت مدرک مربیگری درجه یک از سمت فدراسیون بسکتبال شدند.